به سلامتی و افتخار اون پسری که 2000 تومن پول تعجیبش نداره گوشی 3 میلیون تومانیشو شارژ کنه. دیدی تناسبا رو؟ حتی شوخی کردن دخترها و پسرها با هم فرق میکنه. کلاس پسرها میری چجوری پسرها با هم شوخی میکنن دخترها. پسرها تو کلاس یه حلقه 10-15 نفری جمع میکنن میگن خب بچه‌ها اصغر اومد سری قبل که بنزین ریختیم رو میزش آتیش زدیم کلش تیز خورد کلی خندیدیم. این سری من 6 تا میخ با آدانس چسبوندم رو صندلیش. این به محضی که نشست مجید اسید و از پشت میریزه رو پاش. این شلوارش سوخت آب رفت بلند شد. حامد 100 تا شغل میگیره تو کلش تو جفت پا برو تو کلیه‌هاش. این میره تو در خود صورتش کبود شد ما میخندیم میگه ایول عشق است همینه. حالا برو کلاس دخترها شوخی کردنشونه. ببین من مدادشو برمیدارم تو بهش نگو دست منه. میگه وای چه هیجانی داری.